وقتی که موضوع گاسترنتستنال رو میکنیم مثل دیگه تمام موضوعات کتاب فرستی دکتر سیبا اول بخش امبریولوژی رو میخوانیم. بعد از او متاناتومی و هدف از امبریولوژی است دکتر سیبا که اول اناتومی را درست بفهمیم و مخصوصا امبریولوژیک پاتولوژی را بفهمیم. زیادتر پاتولوژی وجود دارن در صورت که ما و شما نفهمیم چه قسم ساخته میشد و کدام پروسه وقت دیولپمنت خراب شده، بدون از اون نمیشه که شما پاتولوژی بفهمید. پس اولین موضوع است که امبریولوژی رو بفهمیم و قبل از اینکه ما بریم سر پاتولوژی امبریولوژی که مخصوصا گاسترنتستنال وال دفکت است، تراخوایزوفاجل فیستولا است، اتریژیا هاست، قبل از ما شما باید کمک فیزیولوژیک امبریولوژی بفهمیم. ما شما نمیریم به امبریولوژی دیپه که در بخش ریپرودکتیو است که اونجا تمامش از روز فرتیلایزیشن تا به آخر تمامش دانه دانه تشریح میکنه. او را میمانیم، اما آلما شما میم اکسکلوسیولی و کل فوکس ما را میمانیم سر فیزیولوژیک امبریولوژی که در بخش چی وجود داره دکتر سبا؟ جی آی سیستم. خود این جی آی ترکت که ما شما میفهمیم که در اصل تمامش یک تیوب است که از ماوت شروع میشه و به انس ختم میشه، چه قسم ساخته میشه. میم در هفته سیوم دیولپمنت شما میفهمین اول فرتیلایزیشن اسپرم و وقتی که رخ داد بایلامینر جرم دیسک ساخته میشه. بعد از اون بایلامینر جرم دیسک تبدیل میشه دکتر سیبا به یک ترایلامینر جرم دیسک که ترایلامینر جرم دیسک وقتی ما شما میبینیم 3 طبقه است، نامشان براتون میگم. این 3 طبقه هدف ما چیست دکتر سیبا؟ طبقه خارجی بیرون است، پس این رو به نام چی میکنیم دکتر سیبا؟ طبقه این به نام اکتودرم یاد میکنیم. بعد از اون طبقه که متوسط است یا هم در بین اکتودرم و اندودرم است، او را به نام میزودرم یاد میکنیم. و بعد از اون طبقه دیگه به نام چی میشه دکتر سیبا؟ اندودرم، طبقه داخلی است. پس 3 طبقه ترایلامینر جرم دیسک در کدام هفته است؟ ما شما فعلا در هفته سیوم ایره نام شاید میفهمید. درست از هفته سیوم اینمی 3 دانه طبقه به شکل جنین ساخته شده. بعد از او چی میشه دکتر سیبا؟ آل از اینمی 3 طبقه چه قسم جی سیستم ساخته میشه؟ مهمترین گپش است دکتر سیبا وقتی جی آی سیستم گفتیم یا هم مثلا ما شما وقت قلب یاد میکنیم یا هر ارگانیک میخوانیم باید بفهمیم از کدام طبقه ساخته میشه. جی سیستم تان از کدام طبقه ساخته میشه دکتر سیبا؟ از اندودرم. اندودرم میایه به شکل اکستند میشه دکتر سیبا، امروی چی ارتباط میگیره؟ اما تو میه پایان یاکسک جور میکنه. پس یه امروی یاکسک اندودرم ما ارتباط داشته است، پس اینمی میره که جی سیستم بسازه. اما ما شما میفهمیم که جی سیستم هر کدامش کور داره، درست است؟ تمامش پریتوان است. پس و هر لوکیشن هم پریتوانش به نامای مختلف یاد میشه، درست است؟ میزوگاسترم، تمام اینا. پس اینا چه قسم جور میشن؟ میزودرم دکتر سیبا قسمت های لیترالش. دیگه قسمت های میزودرم ما میمانیم که او تمامش دیگه استرکچر جور میکنه دکتر سیبا. فقط قسمت های لیترال میزودرم امرای اندودرم دکتر سیبا به شکل اتچ است و ای به می شکل می فولد میشن. پس دفته سیم این میسیدن طبقه را که ما میشناختیم دکتر سیبا اندودرم خود گاسترو انتستینال تیوب میسازه که تمامش دست دکتر سیبا یک تیوب ساده است. درست اینمی تیوب میسازه و این تیوب ما کورینگ داره. کورینگ از چی جور میشه دکتر سیبا؟ میزانتری یاد میشه. میزانتری از چی آمد؟ از میزودرم. وقتی زیادتر کنکتیو تیشوهای ما دکتر سیبا از میزودرمه. پس وقتی که میگیم جی آی ترکت اندودرم از یادتان نمیره. و خود از می دکتر سیبا کورینگش از کجا میه؟ از میزودرم که برام چیت میکنیم میزانتری میشه. پس اینمی تغییرات بود که دفته چندم آمد. دفته سیوم از ترایلامینر جرم دیسک ما دیدیم که جی سیستم ساخته شد. بعد از اون دکتر سیبا جی سیستم به این شکل باقی نمیمونه. میفهمید اکتودرمیه چی میکنه؟ میخواه کلش کور کنه و تمام اعضای بدن برن داخل بدن، درست است؟ همین شکل انسان که ما میفهمیم به این شکل تغییر کنه. وقتی که اکتودرم به این شکل میاد دکتر سیبا یعنی به شکل موقتا بطن کوچک است، اما اعضای بطن مخصوصا مدگت بسیار زیاد به سرعت رو نمو میکنه. پس این سبب چی میشه دکتر سیبا؟ شما این حالت میبینید اکتودرم میخواه بیا کور کنه، اما اینمی قسمت گیاکسک است و اندودرم است این طرف یاکسک است دکتر سیبا. این ساحه را کور نمیتونه. این ساحه را کور نتونست یا به شکل هرنیت شده از امبلیکال رینگ و یا هم از این قسمت که ما شما به نام نیول یاد میکنیم اینا بیرون میباشن. وقتی که اینا از امبلیکال رینگ بیرون میباشن پس این را به نام فیزیولوژیک هرنیشن یاد میکنیم. باید این حالت رخ بده. حتی در التراساوند دکتر سیبا شما چک کنید
اینمی فیزیولوژیک نیشن دیده میتونیم. چه وقت میده در هفته ششم یک نورمال یا هم یک فیزیولوژیک نیشن است. بعد از او دکتر سیبا اینمی فیزیولوژیک نیشن باید دوباره بره داخل بطن شود. اگه اینمی پروسه فیزیولوژیک دوباره پس یعنی از بین نره، سبب چی میشه دکتر سیبا؟ انفالسله میخوانیم، یکی از پاتولوژیست که ما شما باز میخوانیم. بعد از او در هفته هشتم دکتر سیبا یک حالت است به نام ریکانالایزیشن. اینمی جای ترکت که وجود داره دکتر سیبا، مثلا یک از کراس سکشنش با شما ببینیم. اول باز است، یک تیوب باز است. پس اون چی میشه دکتر سیبا که این تیوب باز بینش نسج میایه و ایره پر میکنه و یک تیوب بسته جور میشه. بعد از اون در هفته هشتم دکتر سیبا اینمی نسج که اینجا ساخته شده باید آیسته آیسته اینا اپاپتوز کنن و دوباره پس به شما چی جور کنن؟ اونمو لیومینه بسازن. پس در صورت که اینمی ریکانالایزیشن رخ نده دکتر سیبا که هفته هشتم باید رخ بده، کدام پاتولوژی رو میبینیم ما شما؟ دیودینال اتریژیا رو دیده میتونه. بعد از هفته دوم مییم دکتر سیبا در هفته دوم چیز؟ ششم هرنیشن رخ داد. در هفته دوم اونمو اعضای بدن که هرنیت کرده بودن دوباره باید بیان داخل بدن. هر وقتی که اینا داخل بدن نامدن براتون گفتم آنفلسل میبینیم. آنفلسل چیست؟ تمام محتوای بدن در داخل پریتونیوم از داخل امبلیکال کورد بیرون شدن. بعد از هفته دوم دکتر سیبا وقتی که اینا داخل بدن شدن، ما شما دیدین همیش یک دیویژن داریم با اعضای بدن وقتی که میخوانیم یا هم میگیم مریض وقتی درد دخته میگیم در کدام قسمت درد داری. درست نظر به او دکتر سیبا این قسمت به نام رایت اپر کوادران یاد میکنیم، این قسمت به نام رایت لور کوادران، این طرف هم به نام لفت اپر کوادران، این طرف هم به نام لفت لور کوادران یاد میکنیم. درست تقسیمات بدن است. حالا ما شما به اساس چی میگیم؟ همیشه یاد میکنیم دکتر سیبا کبد در کدام طرف است؟ رایت اپر کوادران. کبد خود میده در کدام طرف است؟ در لفت اپر کوادران. اینمی تقسیمات است. پس چطور اعضای بدن به این شکل یعنی اورینتیشن خود ساختن، چطور هر عضو در موقعیت خود جا گرفت. و خاطر می دکتر سیبا وقت که هفته دهم بعد از هرنیشن اعضای بدن دوباره داخل بدن میشه دکتر سیبا، اینا چی میکنن؟ 270 درجه چی میکنن؟ روتیت میکنن. 270 درجه روتیت کردنش سبب میشه دکتر سیبا امی اورینتیشن را به ما بده که ما شما میفهمیم کدام قسمت بدن درست کدام عضو در کجای بدن قرار داره. بس از یادتون نره وقتی بعد از هرنیشن دوباره داخل بدن میره اعضای مدکت 270 درجه دور میخوره. اما به اساس چی دکتر سیبا؟ یعنی به اساس یک سنتر باید دور بخورن که اونمو سنترش چیه؟ سوپریور میزانتریک آرتریز. و یک نکته دیگه هم که دفته 5 تا 12 هم سیستم انتریک نروس سیستم که میفهمین میانتریک نروس پلکسس است و آرباخ پلکسس است. اینا دفته 5 تا 12 سل مایگریشن و دیولپمنتش رخ میده. بعد از او که موضوعات فهمیدیم دکتر سیبا که تمام اعضای بدن خلاصش از اندودرم ساخته شد و میزانتریاش از میزودرم آمدن. خب یک هرنیشن بود، ریکولونایزیشن رخ داد و دوباره داخل بدن شد و روتیت کرد. اینمی موضوعات باید شما بخاطر بیولوژیش بفهمید. حالا میم گت تیوب چی است دکتر سیبا؟ گت تیوب یک تیوب بود. حالا اینمی تیوب که ما شما میفهمیم دکتر سیبا به قسمت های مختلف تقسیم میکنیم و هر قسمت همی دکتر سیبا از خود اعضای اکسسوری را میسازه که بالاخره جای سیستم تکمیل شد. پس مهمترینش دکتر سیبا از قسمت اول از ایزوفاگس که شروع میشه تا به کجا دکتر سیبا؟ تا به امپول آف واتر. ایره به نام قسمت اول یاد میکنیم. قسمت اول به نام چی یاد میکنیم دکتر سیبا؟ ایره به نام فورگت یاد میکنیم. فورگت از ایزوفاگس شروع میشه تا به امپول آف واتر. پس میگن امپول آف واتر کجاست دکتر سیبا؟ امپول آف واتر رو اگه ببینیم این با ما بسیار زیاد مهم است دکتر سیبا. در جایی که مین پانکریاتیک داکت میآید سیکریشن های خود پانکراسه و سیکریشن های گال بلادر دکتر سیبا در داخل دیدینم سیکریت میکنه. اونمو رو به نام امپول آف واتر یاد میکنیم. این امپول آف واتر در داخل خود دیدینم دکتر سیبا فولدا است و صاف نیست. یک کمی فولدا کلان شده. یکی از اون فولدا کلان شده رو به نام میجر دیدینال پاپیله یاد میکنیم که در داخل اینم میجر دیدینال پاپیله یک دکت باز شده یا هم یک قنات باز میشه. اونمو قنات به نام امپول آف واتر یاد میکنیم و در دور از او عضلات اسموت مسل هستن دکتر سیبا که مثل اسفینکتر کار میکنن. اونا رو باز به نام اسفینکتر فود یاد میکنیم. پس تا اینم اینجا دکتر سیبا
کل ساختمان از کجا میان؟ از فورگت. تا به کجا؟ تا به امپول آف واتر. از اسفاگس شروع کردیم تا به امپول آف واتر. پس اینمی تمام استراکچرها از کجا می؟ از فورگت. پس می فورگت کدام استراکچرها رو میسازه؟ دکتر با اینجا در فرستید برتون برای آبی جور کرده. خب اسفاگس ها شما میبینید، میده رو میبینید، دیدینوم رو میبینید، مخصوصا قسمت های اولش، امرا با پانکراس، کبد، گال بلادر، تمام استراکچر ها دکتر سیبا استراکچر هستن که از فورگت می. و در پهلوی دکتر سیبا یک قسمت از سیستم تنفسی رو برتون فورگت می سازه که چی است؟ تراکیا است. تراکیا اینمی اسوفاگس فورگت که می دکتر سیبا، اینمی ساختمان آبی رو که شما میبینید دکتر سیبا قسمت است که فورگت برتون می سازه. این فورگت برتون در بین اینمی ساختمان هایی رو که می سازه یک دانه باد یا هم یک دانه جوانه میزنه، یعنی یک دانه کیسه که از دور میاد که به نام ریسپیریتری دایورتیکولوم یاد میکنیم. دایورتیکولوم که مربوط سیستم تنفسی میشه. اینمی دایورتیکولوم سیستم تنفسی رشد نمو میکنه، بعد از او بینشان یک سپتم جور میشه و از این قسمت جدا میشه. برتون چی جور میکنه دکتر سیبا؟ تراکیا را جور میکنه. پس یکی از ساختمانهای دیگه که سیستم تنفسی وجود داره و از اندودرم منشأ میگیره چیز؟ تراکیا است. تراکیا را چرا میگیم اندودرم؟ وقتی منشأ اصلیش فورگت است. فورگت است اندودرم آمد. فورگت دکتر سیبا هر قسمت چرا ما به قسمت های خاص تقسیم کردیم؟ وقتی اینمی هر قسمت از خود اروا و ترتیب خاص داره. مهمترین موضوع چی است دکتر سیبا؟ ارواش. ارواش از کجا میاد؟ وقتی که موضوع فورگت بود تمام اینمی فورگت از اسوفاگس تا امپول آف واتر تمامش از سیلیاک ترانک اروا میشه. بعد از قسمت دوم میدگت از دکتر سیبا که میدگت اما قسمت بود که هرنیت میکرد، زیادتر ریکانالیزیشن هم اونجا رخ میداد، دوباره پس داخل بطن میامد. این رو به نام چیت میکنیم دکتر سیبا؟ میدگت. میدگتتان تمام ارواش از سوپیریر میزانتریک آرتریز. و مهمترین گپش چی بود؟ میدگت بیشتر وقتی که ما برتون رسمش کشیدم دیدین این امر چی ارتباط داشت؟ امر با یاکسک ارتباط داشت. یاکسک دکتر سیبا لطفا خدا میوت کنید که یاکسک که اینجا میبینین دکتر سیبا، یاکسک که میبینین بالاخره ای باید آیسته آیسته چی کنه؟ آپریتریت کنه، از بین بره. پس میبینین یک ارتباط است بین مدگت و یاکسک دکتر سیبا. یعنی می ارتباطشون رو به نام چی یاد میکنیم؟ به نام ویتلین دکت یاد میکنیم یا هم اومفال و میزانتریک دکت یاد میکنیم. درست است که بازیران پسان پاتولوژیش هم میخوانیم. بعد از اون قسمت آخری که وجود داره دکتر سیبا به نام هاینگت یاد میشه که از اینجا شروع میشه. قسمت اورنج که شما میبینید تمام اروازی از انفیر میزانتریک آرتری و یا هم از آینیمه. و چیزی که دکتر سیبا در سیستم زیاد مهم است، مخصوصا وقتی حل کردن سوالایتان فهمیدن آناتومیش است و در پهلوی آناتومی این بیولوژیش باید بفهمید. پس این موضوعات بود دکتر سیبا باید میفهمیدین. پس یک نوت که میگیرین در سر کتابتان روشن میکنین کل سیستم از اندودرم ساخته شد و تمام همی پریتوان که ما میفهمیم یا پریتونیال کاویتی است میزودرم و هم از قسمت لیترالش آمد. پس فورگت دکتر سیبا فرستید با ما نوشته کرده که فورگت از اسفاگس شروع میشه تا به دیدینم. تا به کدام قسمتش؟ تا به اونم قسمتی که پانکریاتیک دکت و کامن بایل دکت یک جای میشن یا مین پانکریاتیک دکت میسازن و در داخل امپول آف واتر the major duodenal papillae دیدینیوم چی میشن؟ باز میشن. هدفتی 4 تا 6 استومک 90 درجه روتیت میکنه دکتر سیبا. مثلا این روتیشن وقتا چی مهم است؟ اول که از دکتر سیبا اینجا ای تیوب میده باشه در کدامش کبد قرار داره. پس چی میشه؟ کبد اما در بدن یک فرد بالغ که شما میبینین کبدش در این قسمت انتریور قرار نداره، رشته حتی در خلف میده است. یعنی 90 درجه روتیشنشان دکتر سیبا سبب میشه که اینا سبب شد که میده از اینجا بیای به کدام استومک و کبد بره دکتر سیبا داخل رشته. پس 90 درجه روتیشنش سبب میشه که اورینتیشن که ما شما اینجا میبینیم اینجا لبرس و اینجا استومک اینا بسازن و در پهلوی زو وقتی که